می‌زنیم و تغییر ایمیل ای فوتبال وارد گوگل میشیم. کانامی آیدی می‌زنیم. کانامی اولین سایت، اولین گزینه رو می‌زنیم. بچه من دکمه لایک و دنبال کردنم بزنید. بعد اینجا باید ایمیلتون رو بزنید. بعد این گزینه رو می‌زنید. بعد اینجا ازتون رمز میخواد، رمز میزنیم، یادم کامل میکنیم. بعد اینجا یک صفحه جدیدی براتون بالا میاد. اینجا که بلند شده میزنیم، میاییم پایین. اینجا ایمیلتون رو میبینید، میزنید. یا میزنید استار کد. اینجا براتون از طریق کانامی یک کد 6 رقمی، کد 6 رقمی که بزنید میزنید مهره بعدی که بزنید اینجا ایمیل جدیدتون رو تعریف میکنید و دیگه از این بعد اون ایمیل جدید تو سایت کانامی براتون معرفی شده. تا ویدیویی بعد، خدا نگهدار.